دوستان عزیز، سلام ها و احترامات صمیمانه خود خدمت شما تقدیم می کنم. نوروز سال 1404 هجری شمسی و همچنان عید سعید فطر خدمت شما تبریک و تهنیت عرض می کنم. یک غزل کوتاه با عنوان عیدی و نوروزی خدمت شما تقدیم است. عید است، بیا که با تو دیدار کنم، از رنج و غم زمانه انکار کنم. تصمیم گرفتم که از این عید به بعد کمتر بسرایم و کمی کار کنم. از بخت نگون ننالم و طالع کم، وز دیر دگر نه شکوه بسیار کنم. از عقل اگر مرا بگویی سخنی، دیوانه دلی که دارم هوشیار کنم. تا دزد نگاهی نرباید دل من، بر دور زمین سینه دیوار کنم. جای دیدن هزار گونه گل باغ، دیدار گل روی تو یک بار کنم. بر ضد تعصب و خشونت شاکر، با تیغ قلم همیشه پیکار کنم. تشکر از توجه شما.